بله دفنه دمیروغلو، خوش آمدی دفنه جان. نیک و مبارک باشه دوستا. تبریک باشه، بسیار خوش شدم. بسیار تشکر. تبریک باشه. زنده باشه. آقا سینا، شما با من تبریکی نمیتین؟ تبریک باشه. تبریک باشه. بسیار تشکر. با کلگی ما. گلاسا کلش اینجاست؟ نه، 2 کارتن دگام در آشپزخانه است، اما اونا را نکشیدیم. خب تو همراه عسل گپ زدی؟ اجازه گرفت، امروز کار داره. اوه اگه قبل از شروع کار تو کنم. مانده نباشین. زنده باشین. اگه میخواین عسل ببینین امروز نمیایه. نه خیر، آمدم که همراهت گپ بزنم خانم ملکه. وقت داری؟ مشنو. در آشپزخانه میرم. هر چیزی که میگی بگو، زیاد کار دارم. ما کل چیزا میفهمم که دیشه و عکس‌ها رو تو اونجا ماندی. چی؟ و عکسایی را که به عزیز روان کردی میگم. ها راستی تو و خلیل تصمیم دارین جدا شوین، من خبر دارم. برات یک توصیه دارم خانم ملکه. اگه میخوایی دخترت خوب باشه، خوش باشه، باز از یک جای شدن با عزیز و کار کردن همراه او منصرف شو دیگه لطفا. تو مرا تهدید میکنی؟ نه خیر، ما حال اقارب هستیم، فقط هشدار میتم. ای گپاربان خانم جانم، ما اقارب مقارب نیستیم. بچه تا قبول نکردی، میخوایی تو را قبول کنی؟ دلت که قبول داری یعنی حقیقت تغییر دادن نمیتونی. با زودی وقتی که صاحب نواسه شدی باز دی باره گپ میزنیم. هرگز تو یک چیز نمیشه. ای قسم میگی؟ اگه میخوایی همراه دخترت گپ بزن. حالا همراه بچه‌م در یک اتاق هستن، در یک تخت خو میشن. دروغ میگی، او قسم یک چیز نیست. اگه باور نمیکنی از دخترت بپرس. حتی اگه میخوایی تو را یک روز به خانه خود مهمان میکنم، با چشمای خود ببین. میفهمی در وقتا زیاد خوش هستم. باور کن زیاد طول نمیکشه. عسل از او خانه بیرون میارم. هوش کنی یک چیز فراموش نکنی. هوش کنی عسل به صاحب فکر نکنی. پشت او مادرش و یک پدرش که خودش نمیفهمه است. فکر نکن که مثل ناز بی کس و کوی است. هوش کنی. حالا دروازه او طرف است. روز خوش. زنک شیشک لوده. دخترم این مار چی میگفت؟ چیزی نه اما جان. چطور چیزی نه؟ اگر چیزی نیست پس این چی وضعیت است؟ اما چیزی نیست، مرا راحت با. برات گفته بودم نه؟ گفته بودم که پشت سرم هیچ کاری نکنی دفنه. آرام باش سینان، دستم در گرفته لابته. چطور انتظار داری که آرام باشم؟ در مقابلم خنده کده پشت سرم با من خنجر زدی و هم همراه اورال لعنتی. ما پشت سرت هیچ کاری نکردیم. دیشبم برات گفتم ما اگه کار کنم در مقابل کلگی میکنم. گفتم که پت نمیکنم، پتم نکردیم. تو میخوایی چی کنی ها؟ چطور سهامه گرفتی دفنه؟ راز است دفنه. برات گفتم که چطور سهامه گرفتی. این دیگه مهم نیست سینان. چیزی که مهم است که اینجا همراه تو هستم. حالا دیگه هر دقیقه در مقابل چشمای می باشی و دیگه صاحب سهم و صلاحیت بیشتر شدیم در شرکت. با جایی که مرا به آغوش بگیری سرم اینجا غال مخال میکنی. از زندگی لطفاً کم آرام باش. لطفاً با من اعتماد کن، لذت ببر. تصمیم ما شریک شدن در این شرکت نبود،
پس درست است. آهسته آهسته به هدف خود میرسیم. چی مهمتر از این است؟ دوستت دارم. تنها چیزی که مهم است همین است. بله مادر جان. اسهل تو کجاستی؟ به شرکت آمدم. چیزی شده؟ فوراً اینجا بیا، فوراً. باید گپ بزنیم. نکه کدام گپی شده؟ به رستوران بیا، باز وقت که آمدی گپ میزنیم. مادر جان مرا به تشویش نساز. گفتم وقت آمدی گپ میزنیم. سایسته شرکت کمی کار دارم، او رو حل کردم میایم. مونده نباشی. زرت افتخار میکنم شیرین، با وجود که قلبت آتش گرفت و برات خیانت شد، هنوزم وجدانت سر جایش است. هوش کنی ایر از دست ندی. انتظار ندارم که مرا ببخشی، اما کم از کم کوشش کو که درکم کنی. قبول کردن نمیتونم بیادر، قبول کردن نمیتونم، با وجودی که میفهمیدی و دختر مریض از بازم کار کردی. برم وعده بده ماما، وعده کو که دیگه کار نمی کنی که الینا به خطر بفته. تشویش نکن، ما فراموش نکردیم که از کجا آمدیم و به کجا میرم ماما. حتی بیشتر از قبل جدی هستم، فقط نمیخوایم کسی بفهمه همه قدر. حالا درباره بازی جدید اورال دیمیروغلو که بزنیم. گپ میزنیم شیرین. دفنه به خاطر گرفتن سهم از اورال باید دستش یک دلیل قوی داشته باشه، متو نیست؟ درست است. در غیر اورال رو از دروازه شرکتم داخل اجازه نمیداد. دو موضوع است که سر اورال دیمیروغلو فشار آورده میتونه. یکیش اصل، دیگه ناز. یعنی که دوست جدید رای ما دفنه است. این کاره به ما بان ماما، تشویش نکن. یک کار که او را طرف خود ما میاره. دستش هر دلیل که هست به اندازه اورال به ما هم ارزش داره. در شرکت هستم. 10 دقیقه بعد آشپزخانه بیا. اصل تو اینجا چی میکنی؟ چرا برام خبر ندادی؟ خواستم سورپرایزت کنم. خوب کردی، خوش آمدی. راستش زیاد بودن نمیتونم، باید پیش مادرم برم. مگم پیشتر اونجا نبودی؟ هنوز کارمو خلاص نشده، پس میرم. و دیگه ای که من بعدیدنت آمدم. امروز خوش هستی خیرتیز؟ روز زیبایی است. ما هم بیرون بریم غذا بخوریم، نظرت چی است؟ معذرت میخوایم زندگیم، گفتم نه باید پس برم. کار راستش باید بیرون به غذا خوردن میرفتیم، اما میبینی که نمیشه دیگه. خوب است هر چیزی که تو بخوایی، اما یک قهوه برات آماده میتونم. خوش میشم، اما ببوره باشم. ضرور نیست که بگویی، بیازو خودم میفهمم. مانده نباشی. من میاردم آقا کنان، نه خدا به زحمت ساختین. نه تو متوجه کارت باش، چای سرد نشه، من خودم میگیرم. همراه بخش امنیتی شرکت گپ زدم. فیلم هنوز آماده نشده. گفتن که فردا صبح آماده میشه. درست است، منتظر خبرت هستم. درست است، باز گپ میزنیم.
قبل از اورال باید به دست بیارمش. چی را میپلی؟ گلاس با شورم قهوه آماده میکنم. زار جان شوم. درست شد. میکروفونم ماندم. مادر چی گپ شده که تو به عجله خواستی؟ خوب هستی؟ خوب نیستم اصل. تا وقتی که تو دو خانه باشی انتظار نداشته باش که من خوب باشم. حالا این گپ دیگه از کجا شد؟ ده ای باره گپ زده بودیم. بله گپ زده بودیم، اما نگفته بودی که تو میشه دخترم. امروز خانم جانان آمده بود. اصل تو متوجه هستی که چی میکنی؟ با وجودی که میفهمی دبینه چه قسم یک خطر هستی، بازم همراه او آدم ده یک اتاق هستی. مادر اصل خودت دا آتش مندازی. تو متوجه هستی از این که تو را چیز نشده چشمایم خواب نمیایه؟ چیز قابل ترس و تشویش نیست. برات خود گفتم کل چیز یک بازی است. حالا باید همه قسم شوه. لطفاً سرم قار نشو مادر، دیگه چانس ندارم. درست است. این بازی تا چی وقت ادامه داره دخترم؟ اگه او آدم بفهمه که تو امروز بازی میکنی باز چی میکنی؟ نمیفهمم. از کجا میفهمی؟ چطور قدر مطمئن استی دخترم؟ نامایره که ناز نوشته کده بود ندیدی؟ ها؟ برم وقت بده مادر، کل چیز خوب میشه. وعده میکنم فقط برم وقت بده. میبخشی بدون ای که دروازه را تک تک کنم آمدم. وقت داری؟ بیا بیکار هستم. بیا بیشین. همراه احمد درباره کاری که همراه علینا شد گپ زدین؟ بله گپ زدیم. سراسر شک داری تو؟ شک ندارم کنعان. مطمئن هستم که کار او است. ما مطمئن هستم که کار او نیست. به خاطر که دو اسنا همراه د آشپزخانه بود قدر مطمئن هستی؟ بیادرم برات گفت؟ نه، من با چشمای خود دیدم. از خلیل خبری هست؟ دکسارای دیگه از اطلاعای دوستش هست. خوب از باشه، 4 طرف دیدنشه. اگه نی با ما درز سر جور میشه، اما زیر چشم داشته باشی نوره. خوش آمدین آقا عزیز، مهمان دارین در سالن هستن. ملکه بیبی ابرویی بسیار یک تهمت کلان است. او خواهرت از باید بفهمی که قسم یک کار نمیکنه. فهمیدی چی گفتم؟ او را بیشتر از کلگی ما مشناسی. بله، به خاطر که بیشتر از کلگی خوب مشناسمش میگم. اصل همراه علینا بخیلی میکنه. هنوز قبول کرده نمیتونه که تو از اون منصرف شده همراه یک زن دیگه عروسی میکنی. به این خاطر خواست که علینا را از بین ببره. ابرو اصل بسیار وقت پیش از من منصرف شده. او حال مرنه او را دوست داره. ندیدی که چطور خود از سپرش کرد؟ به خاطر شوهرش از جان خود تیر شد. چرا با من بخیلی کنه؟ سال هاست که برات میگم کنعان، اما تو نمیفهمی. اصل همه قسم است. میخواد کلگی او رو دوست داشته باشه، کسی از اون منصرف نشه. اما خودش از هر کسی که بخواد منصرف شده میتونه. او قبول نمیتونه که تو از اون منصرف شده همراه کس دیگه عروسی کنی. اصلات یک دختر نیست. نه، درست است. به خاطر کاری که همراهم کرد هیچ وقت نمیبخشمش. آتش درونم هیچ وقت آرام نخواد شد. اما هر چیزی که شبه اصل دختر نیست که قصد جان کسی را کنه.
همیشه یک اشتباه انجام میدی کنعان. ناق سر اصل اعتماد میکنی و هر دفعه هم فریب او احمق میخوری. ده الدر چند بار تو را هشدار دادم، گوش نکدی. نتیجهش چی شد؟ کم از کم حالا خو گوش کو. اکسیژن الینا را اصل کشیده، چون نمیتونست تحمل کنه که تو از اون منصرف شدی. باید ده اولین باره که همراهش روبرو شدی واکنشش میدیدی. پیش خود فکر میکرد که کنعان پشت ما ایلا نمیته و رسما لذت میبرد که مثل دیوانه ها در پشتش هستی. عقلم باور نمیتونه که خست جان کسی را بتونه. عقلت نی، قلبت باور کرده نمیتونه. او شب اکسیژنش کشید، بعدن به خاطر که سرش شک نکنی پیشت آمد، چون وام میفهمید اولین شخصی که به فکرت میایه همو هست. به خاطر به دست آوردن اعتمادت پیشت آمد. بعدن خدا میفهمه که چه قسم بهانه جور کرد به خاطر اتفاق او شبتان. حتما گفته به یک لحظه شد. به هر صورت باور کردن و نکردنش مربوط تو میشه. بیازو وقت تصاویر آمد خودت حقیقت به چشمای خودت خواد دیدی. از دیشب تا حالا به چشمایم خواب نامده. وقتی او ناما را دیدم خدا میفهمه اورال همراه ناز چی کرده. گلو چیز معلوم میگم ملکه. حساب او رو در وقتش پرسان خود کردم. اگه همراه اصل کاره کنه من زیاد میترسم عزیز. وقتی فکر میکنم که دخترم همراه او احمق در یک اتاق است باور کو زیاد میترسم. یک دفعه از ما پرسان کو. اول خوارم آریم دخترم. حالا چی کنیم؟ باید اصلا از اونجا نجات بدیم. عزیز چی میشه کمکم کن. دخترم ما را بی کس نمانی. او را نجات بدیم. اگه بدل ما باشه یک ثانیم نمیمانمش. اما اصل هنوز نمیفهم که پدرش هستم. اصلا نجات بدیم. باز میگی بعد از او اگه سرم قار شوه یا ناراحت شوه هیچ مهم نیست. کافی است که او را از دست او روانی نجات بدیم. کاش که. اما دیشب دیدیم ملکه رسما سپر او شد. معلوم میشه که دوستش داره. بیشرف مثل ناز دخترم هم جادو کده. از دوست داشتن نیست عزیز، کلش از جاهلیت و نادانیش است. عزیز تا وقتی که دخترم کنار او آدم روانی باشه من آرامی ندارم. تا وقتی که او آدم زنده باشه ما آرامی ندارم ملکه. دخترم خوبان که پیشش بانم. اما حال هر کاری کنم بیفایده است. من از خوارم هیچ خبر ندارم. حالا اگه بگویم باز کار برعکس میکنه. بیشتر خدا به اولاد نزدیک میسازه. دناز من اشتباه کردم. مانی خارم شده نتونستم. به دستای خودم مورو با خوش و بیشرف روان کردم. اما کت دخترم اشتباه را نمی کنم. درست است چی کنیم؟ همه تا دست زیر علاشه بشینیم عزیز؟ البته که نمیشینیم. چهره اصلی او رو به اصل نشان میدیم. بیازو بعد از اوش آسان است. اما تو کمی صبر کن. میفهمم که قبول کردنش مشکل است. یعنی من باور نمیتونم که اصلا توی کار کرده میتونه. اما بعض وقتا فکر میکنم ابرو چرا یک تومت سر خواهر خود بزنه؟ چرا؟ ابرو دختر میگه خودم دیده. نمیفهمم بیادر. کلیم کار نمیته.
اصلا را که من میشناسم میفهمم تو کار نمیتونه، جان کسی را گرفته نمیتونه. گرچه گپ جداست که در مقابل مسئله را که میشناختم نیست. چی بفهمم؟ عقلم یک چیز و قلبم دیگه چیز میگه. بیبی کاپیتان، نیت مخشوط ساختن فکرت نیست، اما حقیقت دیده نمیتونی. درست است، شوهر خودت دوست داره. او کسی که داشت بس خانه امرایت بود اصل نبود که زیاد دوستش داشتی. او یک چیز گذرا بود، گذشت رفت. چی بفهمم؟ هر دوی ما مانع خود شده نتونستیم. بعدن گپ زدی. چرا پیشت آمده بود؟ فقط یک لحظه ای بود کنان؟ بله، گرچه او میترسه که کسی خبر نشه، یا به خاطری است که اورال از کارش خبر نشه، یا میترسه کسی که اکسیژن کشیده معلوم نشه. مطمئن شده نمیتونه. بیازو فکرم به می خاطر گدوده است. بسیار خوب دوستا، بعد از این همراه همدیگه کار میکنیم. زحل جان، تو دستیار آقا سینان باش، ابرو هم دستیار ما میشه. ما و سینان با همین تصمیم گرفتیم، همات نیست؟ قسمه که میفهمین مرا آقا اورال استخدام کرده بود. خواسته او بود که دستیار آقا سینان شوم. میفهمم، بیازو کسی که به من سهم داده آقا اورال است. تو تشبیش نکن، یعنی خبر دارم. چی شده ابرو؟ خوش نشدی؟ من فکر میکردم که با هم بسیار خوب کار میتونه. بسیار خوش شدم. دستیار شدن به شماوار یک آدم مرا بسیار خوش میسازه. بسیار عالی. فوراً شروع میکنیم. برام یک قهوه بیار، بدون بوره باشه. البته خانم دفنه، فوراً میگم که قهوه تانه بیار. نگو ابرو، تو آماده کن. پدر، من نزدیک هتل هستم. تو کجاستی؟ دخترم برات گفتم که در هتل هستم. غذا خوردن رفته بودم. اتاق شماره چند است؟ 106. سعیس، من چند دقیقه میرسم. پدرم ده هتل است. دقیقاً کجاست؟ او سرک پیش دست چپ آدرس دقیقا نشان میده. حالا بیا که بریم. وای آقا خلیل، کجاستی؟ منتظرت بودیم. اعلام بده. قربانت شم، من گناهی ندارم، به خدا که ندارم. ما خانواده نبودیم خلیل؟ ها؟ کسی به خانواده خود خیانت میکنه احمق؟ فکر میکنم همینجا است. ژاله، تو همینجا باش، درست است؟ مطمئن هستی؟ میشه که ما امروز بیایم؟ از پدرت چند سوال دارم. او حالا نباید از تو خبر شود. راستش کمه سر و اعتماد نداری؟ هم با عزیز و هم با اورال ارتباط داره و رابطش با عزیز خوبم نیست. درست است. پس من اینجا منتظرت هستم. من گپ میزنم و زود پس میایم. بیازو باید قبل از آمدن اورال پس به خانه برم. درست است. اورالی کارا نکو، بی قربانت شوم. من هیچ گناهی ندارم، باور کو. عزیز مرا تهدید به مرگ کرد، گفت که میکشمت. کاری که عزیز نتونه سالم امرایت میکنم احمق. مرا سل کن.
کدام نامه درباره ما پیشت هست یا نه؟ نیست، به خدا که نیست. باور کن واقعا نیست. اگه می بود میدادم. بی بشه پاید مفتم. بی قربانت شم. قربانت شم، میکاره نکن. اصل میفهمه که عزیز پدرش هست؟ نه نمیفهمه. ما هیچ به اون نگفتیم، خبر ندارم. کندال برو بیرون. راست بگو خلیل، اصل میفهمه که عزیز پدر اصلیش هست یا نه؟ نه به خدا قسم میخورم که هیچ نمیفهمه. اصل در مقابل ما تولد شده. تا امروز ما به اون نگفتیم. اما اگه عزیز در بیرون دیده گفته باشه نمیفهمم. گناهی من خود نیست. من هیچ گناه ندارم. ای سلا فایر نمیکنه. نترس خلیل. بیبی به داخلش مرمی هم نیست. اینا کلش دروغ و فریبه است. کندال دعا کن که اصل خبر نشه که عزیز پدرش است. یگانه دلیلی که قبرت امیال اینجا نمیکنم این است که اصل فکر میکنه تو پدرش هستی و اگر سر تو کدام بلایی بیایه نمیخوایم اون راحت شود. پدر؟ خوب هستی؟ خوب هستم. بخیز بیا اینجا بیشی بخیز. خانه میره ما فوران. نه کندال یک کار دیگه داره. چی شده؟ اورال برای چی گفت؟ چرا آمده بود؟ چی باشه دخترم؟ به خاطر اون نامه‌ای که به عزیز دادم. پدر تو چرا خود همراه او آدم میزنی؟ او کسی نیست که قبلا از گلونت گرفته تو را به مرگ تهدید کرده بود؟ دختره من میخوایم که جان من نجات بدم. او عزیز احمق میخوای مرا از بین ببره. نفرایش اختطافم کرد. سرم سلا کشید. چرا تو را اختطاف کرده بود؟ از تو چی میخواین؟ در گذشته به خاطر جرمی که مرتکب شده بودم شهادت داده بودم. دلش سرم پر است. وقتی که فهمید نامه پیشم است. اون نامه چطور به دست تو رسید پدر؟ از یک جای پیدایش کردم. اگه از اول میفهمیدم که تو یک بلا سرم میآید در اون نامه هیچ دست نمیزدم دخترم. نامه اصلی حال کجاست؟ گفتم که عزیز گرفت اما عکسش پیشم است. او را برم روان کو که ببینم. چی میکنی دخترم؟ پرسان نکو، فقط روانش کو. جای من پیدا کردن دخترم. اورال خو رفت اما صبح نشده عزیز مرا میکشه. پیسام ندارم. در کدام هتل دیگه رفتن نمیتونم دخترم. روان کردم. ایره بگی یک چند روزه تبس است. خداوند از تو راضی باشه دخترم. گوش کو دخترم. این وضعیت ما به مادرت بگو.
برش بگو که بسیار پریشان هستم. بگو که مرا ببخشه. یک چیزی برش بگو دیگه. درست است، تشویش نکن، من گپ میزنم. تو درباره دفن یک دقیق حافظ پیدا کو که گپ اصلی چی است. سعیس رئیس انجام میشه. گرچه کنونم به خاطر آوردنش به طرف ما گپ میزنه، اما ما بازم کار خود پخته میکنیم که خراب نشه. سعیس حق به جانب استی رئیس. بفرمایین کی را کار داشتید؟ پس شو. احمق. روز بخیر عزیز توپراک. مهمان کار نداری؟ دیمیروغلو پس برو. دیشب 4 طرفمو بیرو برک بود. نتونستیم راحت گپ بزنیم. حال گپ میزنیم عزیز توپراک. نوشتش یکی است. این خط ناز است. یعنی که نامه اصلی است. یعنی اورال و خانم جانان دروغ میگن. هیچ حیران نشدم. تا اینجا کل چیز درست است، اما این معلومات چطور به درد ما خود خورد؟ نمیفهمم. اما ناز با شرایط بسیار بد از پدرش جدا شد وقتی که همراه اورال عروسی کرد. اگر واقعا مشکل نمی بود و ترس نمی داشت، از پدر که ایلاش کرده بود کمک نمی خواست. خدا میفهمه همراه او دختر چی کردن. اصل من نمیخوایم که بگویم، اما فکر میکنم حدس ما درست است. لطفاً پیشنه اورال با من دست نزن. لطفاً بار که برام چی میشه خواهش میکنم. یا کس کمک کنه. الهش کن. فکر میکنم نازه از بین برده. در زندگی می تو یک چیز نمیخواستم، اما بودن او انگشتر در سیف و این آمه دقیقه در وقتم رای هیچ کدام محبت ماست نشد. خدایا کاش که حدسم اشتباه باشه. ژاله به خود بیا. به هر شکلی که شب نازه پیدا میکنیم، اما باید آمادگی هر چیز داشته باشی. میفهمی؟ میفهمم. من حالا میرم، چند دقیقه بعد اورال میایه، شاید هم آمده باشه. درست است. متوجه خود باش. تا متوجه خود باش. شما به مهمان قهوه میتین یا مرمی بیتین آقا؟ بیبی ما آدم واری سالای خود در جایش ماندیم. میتونه ایست عزیز؟ به ای آدم هم بگو تفنگچی خود پس در کمر خود بانه که مثل آدم گپ بزنیم. یعنی که گاهی تمثیل آدم بودنم میتونی دیمیروغلو. حافظ جان برام یک گیلاس قهوه بخوای، عادی باشه لطفاً. آمدی سر زخم ما نمک پاش بدی؟ برعکس، ما آمدیم که دست خسر اصلی ما ببوسم آقا عزیز. بعد از عروسی نتونستم به دست بوسیتون بیایم. حتما دفعه بعدی اصالم همراه خودم میارم. ما دست خدا به خاطر بوسیدن نه، به خاطر کشتن دراز میکنیم. ای گپا را بان عزیز توپراک قدر تمثیل نکن. تو تا وقت جای ناز نفهمیدی و مشارکتش نمیکنی و دیگه ای که من از 2 جهت دامادتو میشم، نمیتونی مرا بکشی. طولانی نکن، کاسه صبر من لبریز میسوزی. صبر مام لبریز میشه. حافظ قهوه کجا شد؟ لا حول ولا. طرف ما بیورون، همراه ما بازی نکن. هر چیزی که میگی بگو، بعد از او گم شد از اینجا برو. فهمیدم تو اصلا مهمان خوش نداری. برای تک پیشنهاد دارم عزیز توپراک. به اصل نمیگه که پدرش هستی. دیگه قواره او را نمیبینی.
تا آخر عمرت فراموش میکنی که او دخترت است. ما هم در مقابلش برات میگم که ناز فعلا کجاست و چی میکنه. یعنی به خاطر خوارم از دخترم منصرف شوم متاز، به خاطر یک جیگرم دیگه چه کشیده دور بندازم. دقیقا نمی قسمه است. تصمیم تا بگی. فرض کو که قبول کردم، بعد از اینکه به ناز رسیدم از کجا میفهمی تو رو از بین برده؟ دخترم دوباره به دست میارم؟ تو هیچ عقل نداری؟ نمیفهمم که عقل دارم یعنی، اما میفهمی که چی است؟ جرأت. اگه این کار کنی اول اصلا میکشم، بعدا میرم خودم از بین میبرم. مرگ سر من تاثیر نمیکنه، اما از اینکه خودت دلیل مرگ دخترت شوی تو را زنده به قبرستان دفن میکنه. همه نیست؟ دخترت یا خواهرت؟ انتخابت بکو، اما عجله نکن چون وقت زیاد داریم. خوب فکر کن بعد از او تصمیم میگی. حافظ جان، قهوه لغو شد. زنده باشی. حالا روزتان بخیر. ما دیگه میریم. زنده باشین. فردا چشت به خاطر گرفتن تصاویر به شرکت امنیتی میرم. اگه اورال مصروف بسازی خوب میشه، حتی اگه کندالام مصروف باشه خوب است. یک جایی به گرفتنش بریم. نه نمیشه. اورال ما را تعقیب میکنه. باید مطمئن شویم که اون ما را تعقیب نمیکنه. خیلی میخوایی که تنها بری؟ بله، این یگانه راه درست است. بعداً باز گپ میزنیم. وقت داری؟ بیا سلما خواهر جان. گفته بودی وقتی آقا کنان بیای خبر به تو. ممیال آمد، موتر خود پارک میکنه. ما باید فوراً آماده شوم. چطور معلوم میشه؟ مثل همیشه بسیار مقبول معلوم میشی. به نظر کمی رنگ پریده معلوم میشه. کمی آرایشت میکنم. تو هم زود بخیل باسایته بپوشه. سیس الا جانم. خوش آمدی کنان. خوش باشین. الینا در اتاقش است؟ در اتاقش است. کمی با هم گپ زده میتونیم کنان؟ البته. لطفاً بیشی. اتفاقاتی که در شب نامزدیتان شد قبلا خبر داشتی؟ نه خیر. یعنی نمیفهمیدی که عزیز آمده اتو گد و دیر مندازه؟ نمیفهمیدم. اگر میفهمیدم مانعش میشدم. مر اشتباه درک نکو کنان. از اینکه پیشنهاد ما قبول کردی میفهمم که چقدر یک نیکی کلان و فداکاری را کردی بچه. اما انتظار نداشته باش که سر عزیز باور کنم. از کارهایی که دختر من ناراحت میسازه میترسم که این اتفاقات مریضی او را بیشتر نسازه کنن. بیازو نمیفهمم چقدر عمرش مانده و چقدر دیگم همراهی ماست. الینا تا وقتی که باشه قربانی دشمنی نخواهد شد. اجازه نمیتم که او را هیچ چیز ناراحت بسازه. تشویش نکن. چی شده الینا؟ از وقتی که آمدیم یک کلمم نگفتی؟ نه که با دیدنم خوش نشدی؟ باید خوش میشدم. ای دیگه چی ما نمیته؟ چیزی نه، یعنی دقیقش نشو اما تو گفتم. معلوم داره است که یک چیزی هست. چی شده؟ بگو الینا، تو را چی ناراحت ساخته؟ نمیفهمم کنان. فقط میخوایم هر چیزی که دلت میگم و تو همراهم رفتار کنی. تو برام یاد دادی که عشق چی است. تو برام یاد دادی که زندگی ما بیشتر از کل چیز برات ارزش داره. اگر میخوایی که منصرف شوی یا نمیخوایی که عروسی کنی درکت میکنم. این گپا دیگه از کجا پیدا شده الینا؟ از هیچ جایی پیدا نشده. میفهمی زیاد وقت میشه که دربارش فکر میکنم. به خاطر ناراحت نساختن من خدا به این عروسی مجبور نساز. تو بیازو مرا بسیار بسیار خوش ساختی. بیشتر از این مجبور نیستی که باشی. بیبی
باور کن هر چیزی که دل میگه همو تو میکنم، هر چیزی که قلب میگه او را گوش میکنم. یک حقیقت است که باید بفهمی، کنار تو خوش هستم. بگوین چقدر وقت دارم. هیچ کاری نکردی. چوب باش. کنان. بله اورال. کجاستی زندگی؟ در رستوران هستم.